سلام لکو. سلام. خوبی؟ خسته نباشی. قربونت تو. بذار اینجا این از قربون من میگی؟ میذاری این ور بیزنم من رو اونور. تخمم نشستم. آخ من قربون آره. تخمت برم. خدا همینجا نکنه. خوبه؟ آره قربونه. چه اینقدر دیر کردی امروز؟ والا این سرویس خورد ایران یه بچه رو بردم اونجا تحویل دادم. خدا اصلا حال پالم گرفته شد. ما چرا قبول میکنه ایران ها؟ ما رفتیم این پنجرهش حفاظ داشت. مجبور شدم آسانسور بچه رو تحویل بدم وسط طبقه 2 بر رفت. با ابوالفضل دلم واسه اون بچه کباب شد. با خدا از اون طبقه همکاف تا سوم داشتیم میرفتیم اونجا گیر کرده بود. یکی هی میگفت اگه $، گرون شد $. چجوری میخواد اون زندگی بکنه بدم؟ بریز بیرون ها. پسر بود یا دختر حالا؟ پسر. چی بگم من؟ ببخشید چرا پا شد دیگه؟ پام خوابی دیگه از صبح تا حالا نشستم اصلا. خسته نباشی. من نگاه کن ما بچه های آدم ها رو میبریم بعد بچه های خودمونو کی میاره؟ ما تخم گذاریم دیگه ریم. ما جفتگیری میکنیم و یا اونا خودشون جفتگیری بلد نیستن. برای خودم همین سواله. تا اینجا تماشا کردی؟ اگه اون دکمه سابسکرایب هم بزنی خیلی خوشحال میشم.